برای روشن کردن به مردم حقیقت از دل و جان برآورده میگویمش حکایت. در یکی از منطقه های کوهسار تاجیکستان، در مکانی که به زیبایی در دنیا نیست مثل آن، در میان کوههای بلند و سر بر سما واقع است در همواری دهه افسانه ها. در این ولایت اجرا می شوند آرزوهایی که گاه گاه می درآیند در خواب ها. مردم این ولایت با ناموس و با تمکین، دزدی و فریبگری نیست در این سرزمین. بس بیم باشد اگر باری یگان پیرزن دستیاری می دهد به او پسر بچه، حتما برده می رساند بارهایش را تا بر مکان. بعد این از پی کاری نیکی دیگر می شود روان. همان زمان در دیگر خاندان آهنگره می ساخت سپار برای مردی دهقان، برای نرم کردن زمین و کشت و کار. از این کار طعام می کردن تیار، به هنر شخصی وجود نداشت در این دیار. هر کسی با کار وابسته بود با اختیار. هیزم کش از تپه های بالا می آورد خس ها را، دهقان در همواری کش می کرد زراعت ها را. مادری در جای ششته باد می کرد گندم ها را، جوان مرد از آسیاب جمع می کرد آرد ها را. دختری در تنور سرخ می کرد نان ها را، سرخی آتش بود از حساب هیزم کش. یار با یار جفت ها بودند بسیار، برای که عشق هست در آنجا پایدار. پسران در هر قدم نشان می دادند دلیری، دختران این مکان می باشند مثل پری. و این ولایت از هر گونه شاهیگری، شاهزادگان و امیران می آمدند خواستگاری. با خود نمی بری می گفتند پدران، دخترانی ما نصیبی پسرانی این مکان. مادران با دختران بودند مثل دوگانه، پسران در راه حق می ایستادند مردانه. هر یک نفر بود با کاری خود آواره، نیکی هر یک نفر می زد از دل فواره. با گذر اگر می آمد به اینجا یگان سیاه، زود به پیش او نعمت ها می کردن مهیا. در اطرافش از مهربانی پر می کردن فضا، برای راه به او حتما جمع می آوردن غذا. در آنجا نبود شاه نبود گدا، همه برابر بودند حرف می زدن با یک صدا. حرمتی کلان سالان را قدر می کردن والا، به دعای پیران سالان کاری نمی شد اجرا. سما بود کبود و می درخشید آفتاب، نسیمی نرم و تازه مست می کرد چون شراب. جامه سبز پوشیده بود طبیعتی آنجا، آبی جوی در روشنی آفتاب می داد جلا. نسیمی فورا می وزید از میانی کوه ها، صدای آبی جوی فورا می باشد به گوش ها. زیبایی آن منظره آب می دهد به چشم ها، و مثل افسانه صدا می دهند سخن ها. افسانه از کتاب ها، حقیقتی گذشته ها، گذشته باباها باباهای پدرها. می موندن به ما میراث از نصیحت ها، حکایت ها می گذاشتن از نسل تا به نسل ها. اکنون تو شنیدی از من این افسانه را، می شود روزی که تو هم نصیحت می کنی پسر را. حتما خاطر رسان کن تو به وی که ای پسر ببر این افسانه را تو به نسلی دیگر. اگر نمی بود چونین دهه یک زمانه، مگر افسانه می بود گفته های یک مکانه. کسی که باور ندارد فکری او همین، ولی من می دانم که هست چونین دهه در روی زمین.